سینا من فکر میکنم این چیزیم شده. از وقتی افتادم زمین خیلی درد دارم. خانومم کجا میری بچه پر رو؟ بذار منم کنارت بیام یکم پوز پدر شدم بدم. اگه تهران بودیم این درد سرا رو نداشتیم. یعنی اینجا تنها گذاشتم. شاید الان اینجا باشه. خدا کنه بیاد. چرا آلبرت نیومد؟ حالا حتما باید اونو بکشونیش اینجا. دیدم داره با یکی تلفنی حرف میزنه ها. فکر کنم میخواست مهربون بازیش جدی نگیر. ادا در میاره. آخه حالا از این به بعد مهربون بازی تو رو جدی میگیرم. بگی بشی تا ساموئل بیاد. سلام زوج خوشبخت، حال شما؟ خوبین؟ دیر کردم نه؟ ببخشید تقصیر من شد. آلبرت خواست من جاش بیام. ارمنی من بهتر از فارسی اونه. یعنی پیش شما بود؟ آلبرت اومد دیدن من. باردار شدی، قشنگ شدی. شما هم سنتون رفته بالا، بهتر شدیم. فریبا خودم تو کلمه انگلیسی میتونستم حرف بزنم. چی کار کنم؟ اومده دیگه. از کی اومده ایروان؟ Hacer toplamak ne? Açtıgine İranite, yasına tagman çohinem. De çok ekmek mi? چرا نمیگین دکتر چی گفت؟ خانم کامرانی که میگن همه چی عادیه. گفتم که همه چی خوبه. دکتر گفت زایمان همون وقتیه که تعیین شده. بچه‌م که هیچ مشکلی نداره. مامانشم که اصلا. پس چرا من هنوز درد دارم؟ پس این ریزش مو کبودی دستاش دردش طبیعیه. نگه داری، میخوام پیاده شم. چرا؟ من میرسم اونجا. میخوام همینجا پیاده شم. چرا؟ خواهش میکنم نگه داری. عمو جان نگه دارید، میخوام پیاده شه. الهه بشی. منو ببر دم ماشین. بس کن دیگه. من نگاه کن. میخوای نرم شرکت پیشت بمونم؟ خانم خوشگله.
آره واقعا خوشگل شدی به قول آلبوم آلبرت میگفت